FSB و کمیته تفتیشاتی روسیه خبر دادند که شب 28 به 29 ایول در ناحیه تیومن در یک عملیات ویژه ریاست FSB ولایت تیومن دو مرد مسلح که قصد انجام حمله در قلمرو تیومن را داشتند و هنگام بازداشت مقاومت نشان دادند کشته شدند. در رابطه با این حادثه با اتهام سوءقصد به جان کارمندان مقامات حفظ حقوق، غیر قانونی نگاه داشتن سلاح و مواد ترکنده و آمادگی به حمله تروریستی پرونده جنایتی آغاز کردند. در ویدیوی فوری نشر شده مرده دو مرد کشته شده در میدان در داخل جنگلزار در میان علفزار دیده می شوند و مردان نظام پوش در آن اطراف می گردند. مقامات درباره عملیات و شخصیت کشته شده ها معلومات دیگر ندادند، ولی نشریه کامرسانت اورال با تکیه به منابع خود خبر داد که این عملیات در نزدیکی شهرک کولاکووا صورت گرفته. هر دو مرد کشته شده شهروندان تاجیکستان که به گفته این منابع از جانب امیسار خارجی هدایت می شدند و عضو داعش بودند. به گفته منبع کامرسانت این دو نفر وقتی کشته شدند که برای گرفتن سلاح از مخفیگاه در جنگل درست کردهشان آمده بودند. هنگام بازداشت آنها گویا مقاومت نشان دادند و در نتیجه ترکیدن گرانات دستشان کشته شدند. به گفته منبع کامرسانت از محل عملیات پیستولت، تیر، یک ورقه با متن بیعت به داعش، همچنین جزهای مواد ترکنده و نقشه ساختن بمب خودساخت پیدا کردند. این یک بسته معمول است که مقامات FSB روسیه در پی بازداشت یا از بین بردن هر نفر گمانبر به تروریسم پیدا میکنند. با گفته همصحبت کامرسانت تروریستها قصد داشتند در تیومن در یگان مکان تجمع مردم زیاد حمله تروریستی انجام دهند. سامانه محلی 72 نقطه رو خبر داد که این حمله قرار بود در عید روز شهر تیومن انجام شود، ولی به دلیل بد شدن وضع پاندمی عید تیومن امسال به شکل آنلاین دایر می شود. در سالهای پیش نیز در چند مورد شهروندان تاجیک گمانبر به قصد انجام حمله تروریستی از نام داعش در روسیه از جانب مقامات FSB هنگام بازداشت گویا برای مقاومت نشان دادنشان به شکل مرموز کشته شدند. از جانب منابع دیگر مستقل تصدیق کردن توجیه مقامات در مورد ضرورت از بین بردن گمانبر شوندگان و درستی اتهامات به ضد این نفران کشته شده اعلان گردیده، از جمله در مورد کشته شدگان در عملیات تیومن تقریبا امکان ندارد.